بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز همگی خوش آمدید به درس دیگری عقیده که مایان روز سه‌شنبه و روز پنجشنبه همیشه در زوم همراه شما درس داریم. درس هایی که زنده میگذرانیم و بعد از این سوال جواب می شود و دیگه خواهرایی که هم میخواهند همراه شوند می توانند از طریق سلکه تلگرام یا واتساپ ما به این درس ها داخل شوند که هر هفته سه‌شنبه و پنجشنبه درس های زنده یا گفتیم آنلاین داریم. در یادتون باشد ما درس گذشته درباره نشانه های خرد روز قیامت وقتی صحبت کردیم، درباره پیدا شدن شرک در این امت آخران چیزی بود که گفته گذاشتیم. امروز درس را دوام میدهیم. یکی از نشانه های دیگری روز قیامت این خیلی آشکار گشتن فحش و بی‌آدابی و این چونین با خویش و تبار قطعی رابطه کردن و این چونین با همسایگان مناسبتی بد داشتن می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند، حدیث در مسند امام احمد است: لا تقوم الساعة حتى یظهر الفحش و التفاحش و قطیعة الرحم و سوء المجاوره. پیامبر می گویند روز قیامت برپا نمی شود مگر اینکه فحش، یعنی هر چیزی که از فاحشگی و بی‌آدابی هست، ظهور کند، خیلی آشکار شود در بین مردم و این چونین با خویش و تبار مردم قهری شوند و قطع رابطه کنند و این چونین معامله های بد با همسایه ها. خواهران عزیز، تا زمانی که اینترنت نبود، تا زمانی که تلویزیون نبود، اینقدر بی‌آدابی و در برابر یک صحنه های خیلی دور از حیا نشستن عادی نبود. مردم حتی از بدهان گرفتن بعضی از کلمه هایی که دور از حیا هست خجالت میکشیدن. سبحان الله، بعد از پیدا شدن اینترنت دیگر بی‌آدابی و بد اخلاقی کجا رود؟ یک اخلاق رذیله، یک عادت عادی هم شده است. خیلی تأسف آور است هر زنی که مشهور است با بدزبانی و ببخشید با فحشگویی، او بیننده زیادتر دارد. هر برادری که یا گفتیم هر مردی که از 3 کلمه 2 کلمه اون گپ های پوچ و اکثرا دور از اخلاقی هست، او بیننده زیاد دارد. کم در کم میبینید انسان هایی که میگویند من به خاطر الله به این گونه صحنه ها نگاه نمی کنم. اکثریت این گونه چیزها رو ما همچون عادی نگاه میکنیم و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی میگویند فحش و فاحشگی یعنی بد اخلاقی خیلی آشکار می شود، این در بین کافران نه، این در بین مسلمان ها، چون در کافران این چیز همیشه بود و با پیدا شدن این سریال هایی که همش بدبختی بالای بدبختی هست و این چون این هزار یک صحنه و کلیپ و نمیدونم سراینده هایی که روز تا روز لباس آنها هم رفته ایستاده است از لباس های دیگرها بدتر، میبینید که در حقیقت فحش و فاحشگی خیلی و خیلی ظهور کرده است و قیامت نزدیک است. و برابر این فحش و فاحشگی من و شما حداقل اگر مثلا از دستمون هیچ چیز نآید، حداقل نگاه نکردن یا به فرزندان خود، به نزدیکان خود وصیت کردن که غض البصر یا گفتیم نگاه داشتن چشم از این گونه حرام ها فرض است برای مؤمن. این چیزها رو باید بگوییم، یعنی باید هر یک مادر به فرزند خود بگوید که نگاه کردن به این گونه صحنه ها اگرچه خنده آور است و خیلی جای نفرت آورش این است که با نام فیلم، با نام یک صحنه‌چه، با نام نمیدونم یک قصه عبرت آور در داخلش میبینید چی چیزها هست، چی چیزها هست که کودکان آن را همراه پدر و مادر خود نگاه میکنن و پهن شدن فاحشگی یا گفتیم پهن شدن بد اخلاقی الان در داخل خانه هر یک ما و شما و در تلفن های دستی هر یک ما و شما است که پروردگار ما را پناه بدهد از این گونه آمیخته شدن. چیز دیگر خواهران عزیز، قطیعت الرحم. و قطیعت الرحم چی هست آیا میدانید؟ این با خویش و تبار قهری شدن، با خویش و تبار معامله ها رو کنده کردن است و چی در صحیح بخاری باشد، چی در صحیح مسلم باشد، با کجا نگاه کنید حدیث هایی که درباره
پیامدهای بدی با خویش و تبار و رابطه بد داشتن هست کم نیستن. در قرآن هم پروردگار میگوید فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم و اعمی ابصارهم. یعنی شمایان در حقیقت به الله گناه میکنید وقتی که از شریعت الله روی برمیگردانید و در روی زمین فسادکاری میکنید، یعنی هم گناه میکنید هم گناه را پهن میکنید و این چونین با خویش و تبار خود قطع رابطه میکنید. این گونه انسان ها، آنهایی که با خویش و تبار خود رابطه ندارند، با آنها قهری هستند به خاطر دنیای دروزه، به خاطر میراث، به خاطر نمیدونم گپ پوچ چیز دیگره، الله میگوید اینها را الله لعنت کرده است و گوش آنها را کر کرده است و چشمهایشان را کور کرده است که حقیقت را نمی بینند. در سوره رعد هم الله میگوید والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک علیهم اللعنة و لهم سوء الدار. آنهایی که عهد و پیمانی که با الله بسته بودن میشکنند و این چونین آنها آن چیزی که الله به آنها امر کرد که آن را پیوسته نگه دارید، یعنی با خویش و تبار خود معامله خوب داشته باشید، آن را کنده میکنند. برای آنها لعنت الله هست و آنها را چقدر یک جایگاه یا مکانی بد انتظار است که الله دوزخ را در نظر دارد. خواهران عزیز، قهر شدن با خویش و تبار خیلی یک مسئله عادی برای ما نمایان است، گویا که چیزی نیست، ولی از فرضها برای مؤمن این صله رحم را نگه داشتن است، یعنی با خویش و تبار خود معامله را داشتن است. در ما حدیث در صحیح است که وقتی پروردگار صله رحم را می آفرد و بعضی از معنویات ها مثل مهربانی، مثل رحم، اینها را پروردگار به شکل هم در آورده می تواند. وقتی الله صله رحم یعنی رابطه با خویش و تبار را می آفرد، آن می گوید من به تو، یعنی صله رحم به زبان آمده میگوید خدایا من به تو پناه میبرم از این که مرا پاره کنند، یعنی من رابطه هستم بین خویش و تبار و من به تو پناه میبرم که مرا پاره کنند. الله میگوید که آیا تو راضی هستی کسی تو را پیوست، من با او پیوست هستم، کسی تو را قطع کرد یعنی کسی تو رو کنده کرد، من هم از او دور می شوم. پس خواهران عزیز، پروردگار همراه من و شما هست با مهربانیش، با کمکش، با نصرتش، مادامی که من و شما با خویش و تبار باشیم. اور خیلی وزمین است. چرا اینقدر برای با خویش و تبار معامله خوب داشتن ثواب زیاد است و حتی اجری این که شما در آخرت میبینید کم است که پروردگار در دنیا هم رزق روزی شما رو زیاد میکند، هم بیماری و کسلی ها رو از بین میبرد، هم عمر شما با برکت میشود که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من احب ان ينسأ له فی اثره، و از این پیشتر کسی که دوست بدارد که رزق او زیاد شود و عمر او دراز شود، یعنی با برکت شود، فلیصل رحمه، با خویش و تبارش پیوست باشد. و پیامبر میگن پیش قیامت این است که خویش و تباری ها از بین می رود. خویش و تباری از بین رفتن چی است؟ احوال خویش و تبارت را نمیپرسی. وقتی که او محتاج است به تو پرواهت هم نمی آید که او در چه حال می باشد. و خیلی زیاد است که خواهران عزیز، زنها سبب می شوند که مرد صله رحمش را انجام ندهد، نه خالش را پرسد، نه عمش را پرسد، نه پدر و مادرش را حتی پرسد، نه خواهر و برادر را. هر کسی که سبب می شود که خویش و تبار را از هم جدا کند، داخل این آیت که الله آنها را لعنت کرده است داخل می شود. پس باید از الله بترسیم، نباید سبب بشویم که ما در میان دو خویش و تبار، یا گفتیم دو نزدیکان، خواهر با برادر، پدر با مادر، یا خواهر با خواهر، یا برادر با برادر باشیم. عجیب است که خواهران عزیز، سبحان الله، یک زمانی هست که آنهایی که قهرگی رو بین مردم جای میکنن یا جدایی می اندازن صفشان خیلی زیاد است. آنهایی که قهری ها رو آشتی میکنن، جداها رو پیوست میکنن خیلی کم هستند. همراهت می نشیند،
یعنی حتی زن برادرت رو به تو سیاه میکند که بین تو و بین برادرت آنجا قطعه رحم میشود، همراهت مینشیند، حتی همسرت به تو خواهرت رو، به تو برادرت رو چیزی میگوید که او همسر تو هست، اما او سبب میشود که تو باید که از خویش و تبار قهری شوی یا بین شما خنکی بیفتد. زینهار که از این گناهی کبیره باید احتیاط باشید. یعنی خیلی دشوار است وقتی که به تو ظلم میکنن، حق تو رو میخورن، یا گفتیم در وقتهایی که باید دستگیریت کنن دستگیری نمیکنن، در حالتهایی که باید احوالت رو پرسن احوالت رو نمیپرسن، تو هم کینه میگیری، نمیخواهی دیگر به چهره این گونه انسان ها نگاه کنی که وقتی که بالایت مصیبت آمد سلام نمیداد، وقتی که دستی تو کشاده شد، یا گفتیم وقتی که نعمت های الله بالای تو بارید دیگر او با تو خیش و تباری میکند، میخواهی با اینها تمام عمر سلام ندهی. لیکن خواهران عزیز، سلام دادن به خویش و تبار، فراموش کردن بدبختی هاش، فراموش کردن اون همه مشکلی هایی که سر شما آورد، این باید به خاطر الله باشد. این باید به خاطر الله باشد که هر وقتی که شما به خاطر الله با خویش و تبار خود معامله خوب کردید، حتی تمام ظلم هایی که نسبت شما کرد فراموش کردید، یقین بدانید که نصرت شما، ببخشید نصرت الله همراه شما هست. چون وقت جوان به پیامبر صلی الله علیه و سلم شکایت میکند که هر باری که من با خویش و تبار معامله خوب کردم معامله بد میکنند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند پروردگار با تو هست و این کارشان آنها را به عذاب الله گرفتار میکند. پس خویش و تباری، معامله خوب کردن، یکم شده به خویش و تبار پدر و مادر داخل می شود، فرزند و نبیره داخل می شود، خواهر و برادر، خاله و تقا و همه اینها به خویش و تبار داخل می شود. به خاطر الله باید احوالشان را پرسیم، به خاطر الله باید کمکشان کنیم. در ما خویش و تباری فقط یا در توی است یا در ماتم است، غیر این ما خویش و تباری نداریم. ولی خویش و تبار این نیست که خانه او روی همیشه او برای تو خوراک کند، همیشه مهمان او باشی، نه، فقط از احوالش پرس، یا گفتیم وقت میدانی محتاج است باید به او کمک کنید. این خویش و تباری است. و خواهر و برادر چگونه باید فرزندان شما مناسبت کند، شما خودتان نشان میدید. یعنی نصیحت نباید نمونه باشیم. به فرزندان خود صله رحم را وقتی خود با صله رحم خود معامله خوب داریم، ما به آنها می آموزیم که صله رحم چی است. و سبحان الله، الله حتی لعنت کرده است آنهایی که با خویش و تبار خود قهری هستند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند پیش و پیش روز قیامت دیگر صله رحم باقی نمیماند و این چنین با همسایه ها معامله ها بد می شود. سبحان الله، از همه زیاده که ما گوشت او را می خوریم، زنده به زنده و مرده به مرده گوشت همسایه من هست. از همه زیاد آنهایی که ما در حقشان حتی تهمت میکنیم همسایه ما هست. از همه زیاد آنهایی که از ما رنج میبینند همسایه ما هست. در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اینقدر مازال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننته انه سیورثه. اینقدر مرا جبرئیل یعنی فرشته وحی درباره همسایه وصیتم کرد که حتی گمان کردم که او مثل اهل بیت من از من میراث میبرد. و حدیث دیگر است که اگر به الله روز قیامت ایمان داشته باشید به همسایه خوبی کنید. از همسایه هم ما کم ضرر نمیبینیم. نه همه همسایه ها خوب هستند، نه همه همسایه ها حق همسایگی رو میدونند، ولی با همسایه معامله خوب رو هم باید به خاطر الله انجام دهیم، نه به خاطر خود همسایه. مشکلی ما این است که میگیم فلانی چی کرد که من به او کنم، یا همین گونه ما رو تربیت کردن که خوبی کرد خوبی کن، خوبی نکند به او نگاه نکن. ولی که این گونه نیست خواهران عزیز. انسان مؤمن خوبی ها را به خاطر الله انجام می دهد و بدی ها را به خاطر الله فراموش می کند. و به همسایه خوبی کردن یکی از فرض های هست بالای مسلمان، حتی او کافر باشد، حتی به ایمان باشد. معنیش این نیست که
وقتی او در گناه است و گناهش شریک بشوی، در زادروز رفته همراهش رقص کنی، در تویش برآمده برای او دایره زنی، نه، معنایش این نیست. معنایش این است که با او سلام علیک خوب داشته باش. اگر محتاج است کمک کن، کمک کرده نتوانستی حداقل با او قهری نشو، حداقل او رو غیبت نکن، حداقل عیبهایش رو به خاطر الله بپوش. سبحان الله، چه خیلی گفتم برعکس شریعت از همه زیاد ما همسایه خود رو غیبت میکنیم، از همه زیاد درباره همسایه سخن بد میزنیم. کجا هستن آنهایی که بگویند من به الله روز قیامت ایمان دارم؟ و غیبت نکردن همسایه همون گونه که کسی یعنی یک عادی رو غیبت میکنید، مانند غیبت همسایه نیست. غیبت همسایه گناهش زیادتر است، غیبت نکردن همسایه ثوابش زیادتر است وقتی به خاطر الله این رو انجام میدیم. و اینجا درباره معامله خوب با همسایه و خویش و تبار هرچی گفتیم کم است، ولی خواهران عزیز نباید من و شما سبب قهرگی بین خویش و تبار باشیم و نباید ما خودمان به همسایه خود ضرر رسانیم و ضررها فقط رفته زدن و چیزی او را گرفتن، نه، درباره فرزند او سخن بد میگویی، تمامی زندگی او را رفته به خویش و تبارت همچون یک فیلم نقل میکنی، تمام سر اسرار او را به همگان میگویی که همسایه من این است و فلان است. این همه بد اخلاقی، معامله بد نسبت همسایه هست که سبحان الله گناهش از دیگر گناه ها بالاتر می باشد. چیزی دیگر خواهران عزیز، این درباره معامله ها بود. سبحان الله، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در نزدیکی روز قیامت قوم پیدا می شوند یخضبون فی آخر زمان بالسواد، خود را با رنگ سیاه رنگ می کنند که حواصل الحمام، مانند قفس سینه یا گردن کبوتر. و در دوامش پیامبر میگویند این گونه انسان ها، یعنی آنهایی که موی سر خود را و ریش خود را مردها با سیاه رنگ می کنند، اینها حتی بوی جنت رو هم نمی بینند. و در موضوعش آمده است که بد دیدن پیر شدن و خود را به جوانها مانند کردن. عجب زمانی هست خواهران عزیز. همیشه همین چیز رو میگویم و باز تکرار میکنم، اگر پیشتره ها هرچی پیرتر میشدن، هرچی فخر میکردن که ما بزرگ شدیم، ما باید اکنون اهل نصیحت باشیم، ما اکنون دیگر جوانی 20 ساله و 25 ساله نیستیم، به یک زمان عجیب افتیدیم. هرچی سین و سال میرود مردم میخواهد خود را جوان نشان دهد، یعنی پیرزن ها میخواهند آژنگ روی خود را نیست کنند، پیرمردها با رنگ سیاه رنگ میکنند و سین سالشان 40 باشد میگویند 37 ساله 38 ساله، سین سالشان 50 باشد هرچی میکنند که 50 نگویند، از 50 پایان گویند. یعنی مردم به جای اینکه بگوید الحمدلله به این بزرگی رسیده ما دیگر بزرگ شدیم، برعکس هرچی خود را به کودک مانند میکنند، هرچی خود را، یعنی زنهایی که از 40 گذشتند و از سین سالشان به جای رسیده است، این سوال خیلی زیاد می آید خواهر که آیا می توانم من یک نمود سوزندارو استفاده کنم که او آژنگ روی مرا یا پژمردگی رو از بین برد؟ آیا من می توانم قشهای خود را فقط برای شوهرم این گونه فسان کنم؟ یا سوال هایی که فقط مقصد از آنجا خوشرو بودن نه، مقصد خود را جوان نشان دادن است و این هم نشانه قیامت است خواهران عزیز. من هفته دیگر همین موضوع رو وقتی که میخوندم گفتم در حقیقت در آخر زمان هستیم، در حقیقت این نشانه ها هست، یعنی همه عرضه دارن جوان باشن. پیشتر اگر یکی از علما رو میشنیدم، احمد یاسر بود خطا نکنم، شیخ احمد بود، میگوید بعد از 40 سالگی بعضی انسان ها وقتی مویشان سفید نمیشد خیلی حسرت میخوردن که چرا موی سر من سفید نمیشود، چرا من بزرگ نمیشوم، دیگر
سر سفید داشتن این نشانه یک خردمندی بود. امروزها باشد مردم یعنی بعد از 60 سالگی هم موی سر سفید خود را سیاه کرده هرچی خود را جوانتر نشان میدهند. یعنی خیلی کم است آنهایی که بگوید الحمدلله که پروردگار به 40 سالگی رسان مرا، الحمدلله من به 50 در آمدم، الحمدلله من دیگر بزرگ شدم. میگفته ها کمان هرچی میخوایم خود را به عقب میکشونیم، به بیعقلی، به جوانی، نمیدونم به کودکی خود رو به چی گویم اکنون و به عقل زدن دیگر یک چیزی هست که مردم از این فخر میکنن. و پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگن؟ این گونه انسان ها یعنی جوان پیرمردهایی که خود رو به جوان تبدیل میدهند، پیرزن هایی که خود رو به جوان تبدیل میدهند، اینها حتی بوی جنت رو نمیبینند. پیری رو باید قبول کنی با همه بیماری هایش، با کمبودی هایش، با این هم شکر کنی که پروردگار به این روز رسانید، نه اینکه هرچی میتوانی خود رو جوانتر گیری که این رو امروز دیده ایستادید. یعنی بعد دیدن پیری خود را به جوانی زدن، هرچی خود را جوان نشان دادن از طرف پیران سالان، این هم چی است؟ هم گناه است، هم از نشانه های قیامت است. آره پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازه دادن که مردهایی که ریششان سفید است، سرشان سفید است رنگ کنند و زنها هم به این اجازه دارند. اما رنگی که رنگ سیب سیاهی که خودت را با مقصد خیلی جوان نشان دادن، نه، رنگی که اون سفیده رو گم کند. و حدیث در بخاری است که وقتی ابی قحافه پدر ابوبکر صدیق اسلام می آورند، پیامبر میگن صلی الله علیه و سلم غیروا هذا بشیء واجتنبوا سواد، شما رنگ کنید موی ریش او رو اما رنگ سیاه نکنید، و فقط رنگ سیاه کردن نیچ. خیلی گفتم بعضی ها در لباس پوشی تا میتوانند لباس بپوشن که آنها رو جوانتر نشان دهد، بعضی ها باشد در راهگردی، بعضی ها باشد با 1001 بوتکس و اوکول و نمیدونم سوزندارو و چیزهای دیگر خود را به جوانی میزنند که این کار خوب نیست. باید از بزرگیت در نزد پروردگار شکرگزار باشی به پروردگارت که پروردگار رو به این سن و سال رسانیدی. و این کفار هستند که امید که به قیامت ندارن، همه میخوان خود را جوان نشان دهند. اما مسلمان امید به قیامت دارد، جنت است که اصلا در آنجا پیر شدن نیست. اما دنیا با این قانون خود می رود که کودکی و جوانی و پیری هست و این را باید قبول کرد. این درباره خود را به جوانان تقلید کردن بود که پناه به الله، پروردگار، راضی شدن به پیری، شکرگزار شدن به آن نعمت پیری که به آن رسیدیم برای ما نصیب کند. و به جای اینکه خود را هرچی به جوانی زنیم بگوییم که شکر الله که من به این سن و سال رسیدم. مسئله دیگر خواهران عزیز، مسئله کثرت الشح می باشد، یعنی زیاد شدن بخیلی. من اشراط الساعه ان یظهر الشح، میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم، از نشانه های روز قیامت این است که شح یعنی بخیلی خیلی و خیلی زیاد می شود. و یکی از صفت هایی که خواهران عزیز تمامی صفت های خوبی شما رو نابود میکند، گفتیم زنده به زنده گور میکند، این بخیلی هست. چی شما خوش زبان باشید، چی خوش رفتار باشید، چی خیلی خوشرو باشید، پوست سفید داشته باشید، چی پخت و پزی خوب داشته باشید، چی اخلاق یعنی در مسئله مناسبت خوب باشید، اما بخیل باشید، شما نه در نزد الله نه در نزد بنده های الله هیچ قدر و قیمت نخواهید داشت. یعنی کرم یا گفتیم سخاوتمندی تمامی رذائل یا صفتهای بدی انسان رو میپوشد. بخیلی باشد تمامی خوبی های انسان رو از بین میبرد. و گشته و برگشته در قرآن این آیت هست و من یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون. هر کسی که بخیلی خود رو فرو برد، یعنی بخیلی جوشیده میبراید که این رو به او نده، این رو به او نده، پولت به خودت لازم است، پولت به فرزندت لازم است، پول شوهرت رو فقط تو و فرزندت خوری، اما تو آن بخیلی خود رو فرو میبری.
خیلی که غضب رو فرو میبری، یعنی اون بخیلی رو خاموش میکنی، الله میگوید فاولئک هم المفلحون، انا این گونه انسان ها نجات یافتگانند، این گونه انسان ها غالب شدگانند، اینها بردند این دنیا را. یعنی بخیلی خواهران عزیز از صفت های هست که شما با ندادن چیزتان یک نفر رو محروم میکنید که دیگر باز همیشه انسان های بخیل میسوزن. یکی مولم رو کسی گرفت، یکی مولم رو کسی خورد، یکی به کسی چیزی ندیهم، و البته این صفت دنیا پرستان است و باید هر یک مسلمان با این صفت رذیل، صفتی که انسان رو خیلی و خیلی پس نشون میدهد، تمام خیلی گفتم آبروی او رو زیر خاک میکند، باید بجنگد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات یوم القیامه، شما از ظلم کردن به دیگران بترسید، زیرا ظلم در روز قیامت تاریکی هست. و اتقوا الشح، و شما از بخیلی بترسید، فإن الشح اهلك من کان قبلکم، زیرا بخیلی آنهایی که پیش از شما بودن آنها را هلاک گردانید. بخیلی سبب شد که آنها خون همدیگر را بریزند، بخیلی سبب شد که آنها حرمت‌های یکدیگر را، آبروی یکدیگر را زیر پای کنند. یعنی اکثریت تلاش‌هایی که ما با دیگران داریم، اکثریت مشکلی که بین برادران است، بین عروس با خویش و تبار شوهرش هست، حتی اکثریت مشکلی که بین زن و شوهر است، سببش همین بخیلی هست. سببش بخیلی هست که تو چیزی که از آن تو خودت هست دادن نمیخوای. بعضی میگن نه وای حق خودم است. آره حق خودت هست و سخاوتمندی از حق خود دادن است. این رو به فرزندان هم باید یاد دهیم. و خواهران عزیز، قسم به ذات الله، هر کسی که میدهد الله به او میدهد. این وعده الله است، این وعده پیامبر است. هر چیزی که شما دادید او به شما برمیگردد، از 1 تا 10 و 700 و از آن هم زیادتر. اصلا به دادن شما کم نمی شوید. وقتی شوهرتون به برادرش کمک کرد، به خواهرش کمک کرد، به پدر و مادرش کمک کرد، به جیانی در راه موندهش کمک کرد، به جیانی از شوهر جدا شدهش کمک کرد، گمان نکنید که با این کمک شما غم بغل می شوید، با این کمک فرزند شما گرسنه میمونند. میگوید نه حق کودک من است. آره حق کودک شما هست، اما پروردگاری که وعده هر یک سخاوتمند را داده است، و ایوازی این خوبی شوهرتون البته برزیاد به فرزندان شما برمیگرداند. یعنی اصلا از یک مقداری که سخاوت یا گفتیم خودتون خیر میکنید یا شوهرتون خیر میکند یا پدر و مادرتون، از این ناراحت نباشید. شیطان از هر طرف به نزد ما می آید. یعدکم الفقر، میگوید الله الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. شیطان میگوید شما رو وعده میدهد به غم بغلی، نده که غم بغل میشی، بگو ندهد. چرا تو بعد از این چیکار میکنی؟ نه برای خودت خانه لازم است، تو هنوز خانه نداری، ماشین نداری یا ماشینی کهنه داری، نه نه نه. یعنی شیطان از هر رو به شما هجوم کردن میگیرد. و این چنین انسان های شیطان صفت یا گفتیم لشکرهای شیطان که یکی به آنها از سخاوت خود گفتید، آنها شما رو میترسانند. خودت چی؟ فرزندت چی؟ دیگر راهها کتی. یقین بدانید از دادن ما کم نمیشویم، از دادن برکت می افزاید. در کجایی که من انسان سخاوت را دیده باشم، پروردگار شاهد است به این سخنم، دیده استم که برابر سخاوتمندش مالش از او میریزد. در کجایی که انسانهای بخیل را دیده باشم، همیشه از قرض خود میگویند، حتی سبحان الله در چهرهشون آثار اون بخیلی، آثار اون خسیسی و به دیگران ندهم نمایان است. یعنی چشم گرسنه آنها از چشمشان نمایان است. نباید من و شما از جمله این گونه ها باشیم. هر چی کردیم و خوردیم و ماندیم، یک مدتی کوتاه در روی زمین هستیم، یعنی زود از اینجا خواهیم رفت، اما آن خوبی هایی که شما کردید ماندگار میماند، هم در قلب آن انسان، هم در نامه اعمالتان، هم در نزد آن پروردگاری که من و شما رو امر کرده است. یعنی زینهار که با این بخیلی بجنگید. من و شما باید با بخیلی درون خود بجنگیم. معنیش این نیست که تمام مالت را بدهی بعد از این غم بغل بمانی. الله چی میگه؟ ولا
تبسطها کل البسط و تقعد ملوما محصورا، یعنی از حد دستت رو نکشو که تمام مالت رو صدقه کنی بعد در دستت هیچ چیز نیست در یک کنج خانه بمونی. نه، از اون بده، اما به مقدار بده که نه بخیل باشی و نه از حد، یعنی احمقی که همه چیزش رو داده است و به هیچ چیز بماند. و ما الان یک مقدار نه، یعنی انسان هایی هستند که حتی زکات مال خود را نمیدهند. 2.5% از مال خود فرضی که الله برایشان کرده است اون را نمیدهند، یا با 1001 بهانه به پسرم دهم چی می شود، به دخترم، به نبیرم، به مادر پیرم میدهم گویان میگریزند. حتی زکات فرضیشان رو کجا رسد؟ به سخاوت، که سخاوت چه خیلی گفتم به شما آبروی میدهد که هیچ چیز داده نمیتواند. برعکس این بخیلی چنان آبروی شما رو میگیرد که هیچ چیز این گونه شما رو به آبرو کرده نمیتواند. با سخاوت بود که خدیجه قلب محمد صلی الله علیه و سلم رو حتی به قبر برد که پیامبر صلی الله علیه و سلم تمام عمر از خوبی های خدیجه میگفتند، اونی که با تمام مالش برای شوهر خودش، یا گفتیم تمام مال خود را به شوهر خود در راه الله فدا کرده بود. و اینجا وقتی که از بخیلی میگوییم چه خیلی گفتم، همیشه یعنی هم نفس و هم شیطان و هم انسان های شیطان نما یا گفتیم شیطان صفت ما رو پگاه بس فردا فرزندت نبیره تو معرکه باید کنی، توی کنی، 1001 فکر می آورند و شما حتی 1 سومون هم نمی توانید خرج کنید. حتی $10 اونهایی که هزارها دارند خرج کرده نمی توانند، اون رو هم میبرن یک جا پس انداز میکنن. بعد از چند سال دیده ای که یا به بیماری اون پول ها رو صرف کردن، یا به بیماری سبحان الله، یا یک باره اینگونه پروردگار اونها رو به حالتشون گرفتار کرد که یک تین ندارن، یگان تین ندارن. سببش چی است؟ سببش اون بخیلی های هست که پروردگار به تو گفت انفق، تو نفقه کن، من هم به تو نفقه میکنم، تو بده من هم به تو میدهم، تو این رو نکرده. این درباره بخیلی بود. پروردگار جنگیدن با بخیلی رو به ما نصیب کند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ بدانید که از نشانه های قیامت زیاد شدن بخیلی هست و این در زنها زیاد است این بیماری، و خداوند من و شما رو عمل کننده به این گفته ها کند. و مسئله دیگر خواهران عزیز از نشانه های قیامت مسئله زیاد شدن زمین لرزه هست که من و شما هم شاهد هستیم. همون دیروز بود که زمین لرزه بزرگ در ترکیه و هر روز در اخبار در یک جای زمین لرزه رو میشنویم. این هم به خاطر گناه های آدم و مردم است. هر وقتی که در روی زمین گناه زیاد می شود، آفت ها زیاد می شود و از زیاد شدن زمین لرزه هم چی هست؟ از نشانه های قیامت می باشد. و اینجا باز چند مسئله دیگر است. ان شاء الله الله نصیبمون کند درس دیگر دوام می دهیم.